به برنامه خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم. سلام. در برنامه امروز پنجشنبه 1 آگوست این موضوع ها را داریم. پس از انتقاد پرزیدنت خدمات گمرک تاجیکستان ریاست امنیتی داخلی را برهم داد. این ایرادها برای خود منم غیر چشم داشت بود، زیرا که من این کار نمیکنم در فعالیت مقامات گمرک کمبودی‌های جدی دیده میشوند. رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منبع‌های قابل اعتماد میگویند حمزه بن لودین پسری رهبر سابق القاعده کشته شده است. 22 درهم برای 1 کیلووات ساعت گران نیست. منصبداران میگویند نرخ تولید برق خیلی بیشتر از این است. ارزش اصلی 1 کیلووات نیروی برقی استحصال شده با نظرداشت بازگشت مبلغ‌های سرمایه‌گذاری قریب 29 درهم تشکیل داد. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوغد امروز 1 آگوست در نشست خبری در شهر خوجند گفت جانبدار دوستی با همسایه کشور قرغیزستان هستند، ولی تاجیکستان یگان وجب زمینش را به کسی نمیدهد. اظهارات رئیس ولایت سوغد در حالی است که روز 22 ایول در مرز تاجیکستان و قرغیزستان میان ساکنان واروخ و آقسای مناقشه سر زد. در نتیجه یک شهروند تاجیکستان کشته و 20 نفر از دو طرف مجروح شدند. احمدزاده گفت تلاش دارند که دوستی را میان خلق‌های تاجیک و قرغیز مستحکم کنند، ولی بعضی از گروه‌های غرضناک می‌خواهند این دوستی را ویران نمایند. مقصد برای ما داخل دولت دوستی کردن و یکم وجب زمین باید نمیدهیم با هر یک وجب زمین که امروز در تولید قانون و منفعت اقتصادی تاجیکستان از ما حمایت می‌کنیم. هیچ بکنیم اون گروه‌های غرضناکی هستند که هر یک آمد بخواهند دوستی ما رو بیان کنند و هم بعضی همین حادثه‌هایی که شده است همین سبب شده است. پس از این مناقشه در واروخ پرزیدنت امام علی رحمان و سوارانبای جین بیکوف در مرز دو کشور واخوردند. مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون فقط 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. معین نبودن مرز بارها باعث جنجال ساکنان دو طرف شده است. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت‌های باقی مانده مرز از جمله تکیه قرغیزستان به خریطه سال 1989 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمتر 1924 سال تأسیس تاجیکستان و قرغیزستان منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامتگذاری مرزهایشان دیگر 1 کیلومتر پیش نرفتند. پس از تنقید سخت پرزیدنت امام علی رحمان خدمات گمرک نه تنها شهباز رجبزاده را از کار راند، بلکه ریاست خدمات امنیتی داخلی را نیز برهم داده است. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان امروز در نشستی مطبوعاتی گفت بنابر آنکه که ریاست امنیتی داخلی خلافکاری‌های رجبزاده را سری وقت آشکار کردن نتوانست برهم داده شد. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 1 آگوست در نشست خبری گفت ریاست امنیتی داخلی خدمات گمرک نتوانست اعمال شهباز رجبزاده را پیش از اراده پرزیدنت آشکار کند. به این خاطر این ریاست را برهم دادند. شهباز رجبزاده سابق سردار ترمینال رقم 1 دوشنبه 10 می مورد انتقاد سخت پرزیدنت قرار گرفت. راستی گپ در این واقعه این ایرادها برای خود منم غیر چشم داشت بود، زیرا که من این کار نمیکنم در فعالیت مقامات گمرک کمبودی‌های جدی دیده میشوند و البته آن ایرادهایی که روبر دولت گرفتند در نتیجه کارهای به انجام رسانده مقامات حفظ حقوق البته هست و هر یک کمبودی که هست البته ما پای اصلاح آن سری وقت شدیم. رجبزاده شهباز خود همان روز از مقامات آزاد گردید. رئیس خدمات گمرک گفت شهباز رجبزاده به طریق گزارش از وزارت مهنت به خدمات گمرک آمده بود. یک تاش به نام دیگر، یک تاش به نام خود است.
در پرسجوی شدیداللحن پرزیدنت روز 10 می سال روان از شهباز رجبزاده معلوم شد که او دوام همگی 1 سال و 8 ماه در مقامات رهبری یکی از نقطه‌های گمرکی مهم پایتخت کار کرده. فعلا صاحب 3 خانه و 1 ماشین است. در این مدت کوتاه او از 1 لیتنانت عادی تا رتبه پدپلکونیکی رسیده به گفته پرزیدنت 16 دفعه به خارج سفر کرده است. با مراجعت رجبزاده 4 مرتبه با او اجازت سفر به خارج کشور داده شده است. بنابر سبب بیماری مادر برای راه بلدی نمودن، اینچنین با صدمه دچار شدن خود او و شکستن دستش با همین سبب ها 4 مرتبه سفر خارج، لیکن بعدتر معلوم شده است از طرف مقامات های داخلدار که وای سفرش بیشتر بوده است. رئیس خدمات گمرک درباره همه ایرادهای مقامات و هم جامعه درباره این نهاد آشکارا صحبت میکرد. از جمله صاحب بوستانسراها بودن کارمندان گمرک را هم رد نکرد، ولی از خبرنگاران دعوت کرد میتوانند این قضیه را تحقیق کنند. کارشناسان میگویند قضیه سابق منصبداری خدمات گمرک تنها یک نمونه فساد در مقامات است که رسانه‌ای شد. از نگاه من اون چیزی که در کار، اون اطلاعی که در کار بود برای ما در دایره صلاحیت‌هایش رئیس گمرک پیشنهاد کرده توانست. رجبزاده آدمی بود که یک بار در تک دندان اول رفتید. اگر مثلا پشت گپ کار شیم در نهادهای دولتی زیاد وام می‌خرید. آدمی خب مواردی کروپسی هر چیز دیگه قانون شکنی میگوید. شهباز رجبزاده بعدی برکناری از مقام با خبرنگاران صحبت نکرده است، اما قضیه او هر سری چند وقت در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. در آغاز هفته روان سلیمان دولتزاده رئیس آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا گفت نسبت به شهباز رجبزاده یگان سنجش یا پرونده جنایی آغاز نشده است. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه. رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منبع‌های اکتشافی گفتند که پسری اسامه بین لودین، رهبر شبکه تروریستی القاعده که بعد مرگ پدرش در یکی از مقام‌های کلیدی این سازمان بود، کشته شده است. رسانه‌های آمریکایی پیش بینی می‌کنند که تفصیلات مرگ حمزه بین لودین به همین زودی‌ها نشر می‌شود. حالا از همکارمان کیومرث عطا می‌شنویم که تا این دم چی معلومات در این باره دسترس است. 3 منصبدار آمریکا در صحبت با خبرگزاری NBC گفتند که طبق اطلاعی که آنها دسترس نمودند، حمزه بین لودین پسر پایه‌گذار شبکه تروریستی القاعده اسامه بین لودین در قید حیات نیست. این منصبداران تفصیلات ندادند که حمزه بین لودین کی و در کجا به هلاکت رسیده و آیا آمریکا در مرگ او نقش دارد یا نه. در این باره خبرنگاران از قصر سفید و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ سوال کردند، اما تفصیلات دسترس نشد. به نوشته پژوهشگاه آمریکایی بروکینگز، حمزه بین لودین تخمینا 30 ساله بوده قبل از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در افغانستان بوده است. بعد از آغاز عملیات ائتلاف بین المللی زیر رهبری آمریکا، حمزه مدتی در کنار پدرش در پاکستان به سر برده است. به قول خبرنگار رایترز، ماه می سال 2011 وقت نیروهای آمریکا اسامه بین لودین را در پاکستان به قتل رساندند، حمزه در حبس خانگی در ایران قرار داشت. بر پایه اسنادی که از منزل اسامه بین لودین یافت شد، یاوران رهبر پیشین شبکه دهشت افکن سعی کردند حمزه و اسامه بین لودین را به هم آورند. سال 2017 دپارتمنت دولتی آمریکا او را در رویخط سراسری تروریستان شامل نمود، زیرا حمزه به عملهای تروریستی در کشورهای غربی دعوت نموده تهدید کرده بود که از آمریکا برای کشتار پدرش قصاص خواهد گرفت. او گفته بود که آمریکایی ها را بیرون از خاک این کشور هم هدف قرار می‌دهد. آن زمان حمزه قوم‌های عربی را به مبارزه بر ضد عربستان سعودی نیز دعوت کرده بود. دپارتمنت دولتی آمریکا حمزه را رهبری کلیدی القاعده عنوان داده برای معلومات درباره مکانی بود و باش او $1,000,000 جایزه وعده داده بود. ماه مارس امسال عربستان سعودی خبر داد که ماه نوامبر سال 2018 با امر پادشاه حمزه بین لودین از شهروندی این کشور محروم شد. مقامات شرکت برقی تاجیک در نشست خبری در شهر دوشنبه شهر دادند که چرا قیمت برق را بالا بردند و چرا شرکت میلیاردها سومانی قرض دار است.
شرکت برق تاجیک که مسئولیت تامین برق را به مردم دارد سالهاست برای مدیریت نادرست و فعالیت ناشفاف تنقید می شود. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد. محترم نمایندگان وسطای اخباری اوما نشست خبری بزرگترین و قرضدارترین شرکت انرژتیکی تاجیکستان. رهبران برق تاجیک روز 30 ایول با سالهای زیاده درباره میلیاردها سومانی قرض شرکت جواب دادند. این قرضایی که هستند که با نظر داشت سالهای پیشین به عمل آمدگی هستند. این یک سال دو سال نیست، من همین سالهای در دوره استقلالیت پیشترم قرضایی که با نظر داشت سالهای پیشین هستند. در سال 2018 فقط در سال 2018 قرضداری اهالی با مقداری 80 میلیون سومانی زیاد شدگی بود. مقامات میگویند از بس که نیروی برق را نظر به ارزش اصلیش ارزانتر میفروشند برای همین قرضی زیاد جمع می شود. ارزش اصلی یک کیلووات نیروی برقی استحصال شده با نظر داشت بازگشت مبلغ‌های سرمایه‌گذاری قریب 29 دیرم تشکیل داد. این در حالی است که تعریف میانه امروزه به فروش برآوردگی نیروی برق 20 دیرم را تشکیل می‌دهد. در این نشست خبری همچنین سبب‌های بالا بردن قیمت برق در تاجیکستان را شرح دادند. در سال 2019 قسم درآمد شرکت برق تاجیک میتواند به 3.5 میلیارد سومانی برابر شود. این در حالی است که خراجات‌های شرکت برق تاجیک در سال 2019 در حجم 4.1 میلیارد سومانی پیش بینی شدند. و در اساس تحلیل‌های گذرانیده شده گروه کاری به خلاصه آمد و پیشنهادهای خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان ارسال نمود که با مقصد به تنظیم درآوردن تناسبی مثبت قسم درآمد و خراجات شرکت تعرفه‌های نیروی برق به اندازه 17% زیاد کرده شوند. برق تاجیک بیشتر از 2 میلیارد دلار قرضدار است و اودیتورها گفتند وضع نباید بدین منوال ادامه کند چون میتواند سبب ورشکستگی شرکت شود. رهبرانش میگویند حل مشکلات مالی از وظیفه‌های اصلیشان در 6 ماه باقی مانده امسال است. اندیشیدن چاره‌های علاوه‌ای جهت زیاد نمودن سطح جمع‌آوری مبلغ نیروی برق به مشتریان انتقال شده وابسته به این تقویت بخشیدن کارها در سمت کم نمودن قرض‌های دیبیتوری کریدیتوری شرکت سهامی هلدینگی برقی تاجیک. بسیاری از اقتصادشناسان و مطبوعات برق تاجیک را پیوسته برای مدیریت نادرست تنقید کرده و گفتند فعالیت ناشفاف آن سبب تا بناگوش به قرض غوطیدن آن شده است. مؤسسه‌های مالی بین المللی گفتند تجدید ساختار شرکت و از جمله خصوصی کردن بخش‌های از آن می‌تواند مسئله را حل کند. پیشنهادی که دولت تاجیکستان تاکنون نپذیرفته است. جمعه دولتزاده رئیس آژانسی خدمات دولتی در تاجیکستان گفت عین زمان نشر اعلامیه دارایی‌های منصبداران ضرور نیست. در تاجیکستان هر سال 19,000 منصبداران درباره دارایی‌هایشان به دولت گزارش می‌دهند. به گفته جمعه دولتزاده امسال 21 نفر از خدمتچیان دولتی اعلامیه دارایی‌های خود را پیشنهاد نکردند و بنابراین 3 نفر آنها از وظیفه آزاد شده. تأثیر رسانی و جزای انتظامی در نسبت باقی مانده ها ادامه دارد. در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که چرا اعلامیه های دارایی منصبداران نشر نمی شود، او گفت هیچ وقت اعلامیه 21,000 جای 19,000 خدمتچی دولتی رو ما نشر نمیکنیم. چگونه که در تجربه دیگر دولت هست که وقتی که جامعه تیار شد با که وقتی که نشر اعلامیه باعث تفریقه در جامعه نشد ما این مسئله گذاری خواهیم کرد. مسئله دارایی‌های بیش از حد منصبداران، کارمندان مقامات قدرتی و انتظامی در تاجیکستان که با اندازه معاششان قابل قیاس نیست بارها مطرح شده است. در دهه چلچشمه فیض‌آباد در تاجیکستان مردی 82 ساله در صحن مسجد با کارت به 2 نفر در افتاده یکی را زخمی و دیگری را به قتل رسانیده است. کارمندان میلیسا او را با گمان دست داشتن در کشتار بازداشت نمودند و عین حال نامش را آشکار نمی‌کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که حادثه روز 31 ایول پس از نماز پیشین رخ داده است. وقتی برنامه امروز به پایان رسید، خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و سامانه www.azadi.org بخوانید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.